تشکیلات جمعیتی آرمان دلها طول 3 سال این جانب در سمت دستگیری بیماران و نیازمندان فعالیت دارد. این نوبت امروز عاید به وضع سلامتی یک برادرمان به شما معلومات می‌دهیم. هموطنان عزیز، دوستان گرامی، امروز برادرمان رحیمزاده سامانجان 31 ساله در مشکلی سخت قرار دارد. نام برده از بیماری حرام مغز طول 8 ماه این جانب اذیت میکشد. در این مدت در بستری بیماری یک جای راحتی بود. وضع مالیوی عائله امکانیت نمیدهد که بیمار معالجه شود. زیرا سامانجان 31 ساله صاحب 2 فرزند خردکک بوده سردار خواجگی به حساب می رفت. او در عائله یکه و یگانه پسری بود که بار گران زندگی را به عهده داشت. از این لحاظ از شخصان فداکار و خیرخواه خواهش کرده می شود که به این عائله کمک خود را رسانند. به رقم‌های مادر بیمار صورت حساب کارتی دوشنبه سیتی پیوست کرده شده است. رقم مادر بیمار و صورت حساب بانکی در روی اکران گذاشته می شود. بیایید عزیزان دل و دیده دستگیری می نماییم. اقلا در حق بیمار دعای خیر را دریغ نمی داریم. از شخصانی که این نوار را تماشا می کنند خواهش کرده می شود برای پهن نمودن این نوار حد اقل سهم خود را گذارم. خداوند از هر یکی ما و شما راضی باشد.